یک سالگیم ده اوچم در خانه در کویبش خانه اوتا یکم بود. اوتم بر رسیه میره اوچم قطعی قسینگلوش جنگ میکنه. قسینگلوش میزنشه علام شخصه علو سر میکنه. علام سر میکنه میبوریم شد اوتا رسیه میبیه خیروب میبورن. خیروبی دوشنبه های توبت میکنه حالی سوز میشه. من میگم من قطعی دیگه زندگی نمیکنم. باید کامل میگم قطعی ایشون زندگی کنی متر آخ نکنی. و اوچم قطعی زندگی نمیکنه چند سال مثل بوبی میبره. بوبی میبره بعد تقویم خونه سر میکنه اوچم میگن که میگویند که تو و بچه‌ات به ما لازم نیستی. میگویند که بچه‌ات کلان شده است. رو پول کار کن تو رو خوراند. و همکنون عظمت 13 ساله 2 سال است که با زحمت ماشینشویی روز میگذراند. هم شکم خود را سیر میکند و هم برای مادرش که دوباره شوهر کرده و زنی دوم است کمک میرساند. در یک روز بر عوض این زحمت سنگین حدود 10 سومانی دریافت کرده 3 سومانی را برای جای خواب یک شب 1-2 سومانی برای خوراک صبح و نصف روزی خرج میکند. باقی این درآمدش را با خود خزینه کرده برای لباس و کمک به مادرش خرج میسازد. 2 سال است که مکتب نمیرود اما میگوید خیلی میخواهد مثل دیگر کودکان به مکتب رود با پدر و مادرش سیاحت کند اما پدرش را 12 سال پیش دیده بود. عظمت فرزند یگانه خاندان است و امروز جای کارش در کنار انبوه ماشین ها در خیابان سعدی شیروزی دوشنبه است. لباس کار و خانگیش یک است. مشکل زندگی حتی برایش بازی های خوشی کودکی را اجازه نمیدهد. بازی هم نمیکنم. ده بار یا بچه فریب کردم اما کامتر باز کردم دیگه نکردم. قسمت عظمت به مثل صدها کودکانی است که در خیابان‌های دوشنبه پی روزی خود و خانواده زحمت سنگین را تحمل می‌کنند. ولی با این همه سنگینی عظمت آرزو دارد که روز مشکل زندگیش پشت سر می‌شود، در مکتب می‌خواند و معلم می‌شود و اطفال همتای خود را تعلیم می‌دهد. جهان بود از سر آدم خراب، یک تشنه بود در راه دانش به حیات، می کردند و گرامی داشتند تا هم در زمان بین داشتند دانش هم در زمان در سنت و همه کس رفتن خود داشتند. برم پیش بچه خواهی که یه لقمه نون ندارم، که یه شب با یه دل سیر چشاشون رو هم بذارم.